بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، امیدوار هستم همتون خوب و صحتمند و سرحال باشین. دوستان عزیز که امروز میاییم بعضی از تنظیمات اکانت و شاپیفای خود تنظیم میکنیم. در قدم اول بالای آپشن استیتینگز میاییم، اینجا کلیک میکنیم. بعدا بالای آپشن اسپور دیتیلز بالای ازی میاییم و به این صفحه برمیخوریم اینجا. اگر بالای آپشن ایدیت کلیک بکنیم ما میتونیم که پروفایل اکانت شاپیفای خود ایدیت بکنیم. بالای آپشن ایدیت کلیک میکنیم. اینجا میتونیم که اسپور نیم خود تغییر بدیم، فون نمبر اضافه بکنیم و همچنان ایمیل آدرس اسپور خود میتونیم تغییر بدیم. ما نمیخوایم که ایمیل اسپور خود تغییر بدیم، اما میخوایم که با اسپور خود یک نام انتخاب کنم. طور مثال میخوایم که نام اسپور ما UR اسپور باشن به این شکل و همچنان فون نمبر ما اضافه بکنم. خب ما و طور فرض یک روزه نوشته کردن ولی شما هم میتونین اون نمبر خود اضافه بکنین و بعدا میایم بالای آپشن سیف کلیک میکنیم و پروفایل ما ایدیت میشه. آپشن ما اینجا دوستان عزیز ببینین اسطور نیم خود ما ایدیت کردم، فون نمبر خود به طور تحویلی ما اضافه کردم و ایمیل آدرس ما در اینجا اضافه است. بعدا اگر متوجه شویم بیلینگ انفورمیشن و بیلینگ انفورمیشن به این معناست که اینجا ما کردت پارت خود راجستر میکنیم یا هم سیف میکنیم و وقتی که پلان شاپیفای سرکل یا هم مایش پورا میشه دوباره از بیلینگ ما یعنی از کردت پارت ما پول مربوطی خود میگیره تا پلان دیگه مایش با ما دوباره که شوم فعال شوه. خب اگه اینجا هم باز بیایم بالای آپشن ایدیت کلیک بکنیم شما میبینیم که لیگل بیزنس تیم اینجا اسم خود نوشته میکنیم که انتخاب انتخاب است. طور مثال ما حکن خود دوال US انتخاب کردم و با دوستای خود همچنان ما US باشون پیشنهاد میکنم چون یک مارکت پلیس بی نهایت بزرگ میباشم و US کانادا استرالیا دوستان ما میتونن که سراسر جهان شاپیفای دراپ شیپینگ بکنن و مارکت پلیس های بزرگ است. US است، کانادا است، استرالیا است، UK است. به طور مثال و اگر دوستای ما میخواه که در جای هم جای دیگر انتخاب بکنن همچنان میتونن که انتخاب بکنن هر آن مارکت پلیسی که دوست دارن معلومات کافی دارن میتونن او را به خط انتخاب کنن. بعدا نوشتن اسمشان میتونن آدرس خود بنویسن و بعد از آدرس کدام شهر که است و زیپ بود و همچنان در سیت خود انتخاب میکنن یعنی در ای فورم more information و یا معلوماتی کردت کارت یا هم دیبت کارت خود نوشته میکنیم و بعدا سیف میکنیم که دو کردت کارت یا دیبت کارت ما یک مقدار پول وجود داره که وقتی که پلان شاپیفای $1 میگه از ما یعنی یک ماه فعال میشه با ماه دوم از امی بیلینگ انفورمیشن $1 دیگه خود میگیره تا ماه دومش فعال شوه و همچنان ماه سیومش یعنی بیلینگ انفورمیشن مفید است. اما که یک چیز میباشه خب بعد از بیلینگ انفورمیشن میایم سر اسطور کرنسی. خب دوستان عزیز وقتی که ما اینجا کلیک بکنم شما میبینین که در اسطور کرنسی ما افغانی هم داره یعنی بهانه نگیرین که در افغانستان اگر باشیم ما شاپیفای دراپ شیپینگ انجام دادن نمیکنیم. نه های شما 100% در افغانستان اگر باشین حتی در افغانستان در هر ولایت باشین فقط به اینترنت دسترسی داشته باشین شما میتونین که شاپیفای دراپ شیپینگ شروع بکنین یعنی بزنس دراپ شیپینگ شروع بکنین 100% شما خب ما میخوایم که اسطور کرنسی خود US انتخاب بکنم و باشین. بله دوستان عزیز بعد از بیلینگ انفورمیشن ما میایم سر اسطور کرنسی که معمولا باید کدام کرنسی در اسطور ما باشه که پرودکت بایی که با فروش میرسانیم کرنسیش باید چی باشه با کدام واحد مردم باید پول پرداخت بکنن. اگر اینجا کلیک بکنیم میبینیم که حتی افغانی هم وجود داره. دوستانی که در افغانستان هستن به خود بهانه نگیرن. دوستان عزیز در افغانستان و مگه ما شما باشیم حتی در هر ولایت باشیم فقط بر اینترنت دسترسی داشته باشیم ما میتونیم که بزنس شاپیفای دراپ شیپینگ شروع بکنیم و خود به موفقیت برسیم. شما میبینیم که افغانی هم وجود داره. ما میخوایم که اسطور کرنسی خود
US dollar انتخاب بکنم به خاطر از اینکه بی‌نهایت مشهور می باشم. بعداً می‌بینیم که در اسطوره خود باید بودن تایم زون داشته باشیم. یعنی یونت ست تایم زون ما باید چی باشه؟ اگه اینجا کلیک بکنین ما می‌فهمیم که اسطوره ما تایم زون اینترنشنال دیت لاین وست باید باشه. GMT و یونت سیستم باید چی بونه باشه؟ یونت سیستم دو نواس اینجا یکی متریک سیستم و دیگری هم imperial system. The imperial system باز اندازه وزن به دو واحد اندازه میشن. یکی پاوند می باشه و دیگهشم هم اونس می باشه. ولی اگر بیایم متریک سیستم انتخاب بکنیم اینجا واحد وزن یکی کیلوگرم می باشه و دیگری هم گرم. ما می خواهیم که سیستم متریک انتخاب بکنم و واحد وزن کیلوگرم انتخاب بکنن و شما رقم که خواستتان است میتونن انتخاب بکنین. هر دو سیستم مشهور می باشم و دو سیستم بهترین سیستم است. اینجا هم آردر آیدی است که بعداً وقتی که میخوایم یک آردر را برش سفکس بدیم از این طریق میتونیم که انجام. بعداً وقتی که هر تغییر را در صفحه بیاریم بالای آپشن سیف کلیک میکنیم و او تغییرات سیف میشه. خوب دوستان عزیز وقتی که بالای آپشن دوم بیاییم یعنی آپشن پلان در اینجا هم میتونیم ببینیم که پلان دیتیلز پلان ما کدام هستن. از ترایل با ما یک روز باقی مانده یعنی وقتی که اکانت شاپیفای در حوال کرییت میکنیم 14 روز برمون فری ترایل میته یعنی 14 روز ما میتونیم از فیوچرهای شاپیفای استفاده بکنیم و بعد از 14 روز باید برشون پول پرداخت بکنیم و پولی که ماهانه میگیره تا امو پلان شاپیفای بر ما اکتیو شود. اگر بیایم بالای چوز پلان کلیک بکنیم پلان شدیده میکنیم. خب اینجا اگر ببینیم بیسیک پلان که است ماهانه در اول $29 بود یعنی $29 باید پرداخت کنیم تا پلان بیسیک ما خریداری بکنیم. ولی ما برای شما در دیسکریپشن از این ویدیو لینک تخفیف پلان شاپیفای به شما گذاشتیم. از اون طریق شما اکانت $2 و ماهانه $1 پرداخت بکنین تا به 3 ماه یعنی 3 ماه هر ماه شما $1 پرداخت بکنین میتونیم که از پلان بیسیک اکانت شاپیفای استفاده. هم من بالای سلکت بیسیک و رایز کلیک میکنم چون ما میفهمیم که پلان بیسیک شاپیفای انتخاب ماهانه $1 می باشه. دوستان عزیز اینجا بیاییم از ما پیمنت میپوده میخواین اینجا باید فرست نیم خود ناشته بکنیم. اینجا هم لاست نیم خود باید ناشته بکنیم. اینجا شما باید که دارین که کارت نمبر خود انتخاب بکنیم یعنی که پارت یا هم دبیت پارت ما لون نمبر وجود داره و 16 رقمی میباشم یعنی 16 دیجیتال عدد میباشیم که ناشته میکنیم ایکس وای دی کارت خود ناشته میکنیم و بعداً CVV یا هم CVC خود ناشته میکنیم و که پارت که مربوط هر مملکت میشن شما در هر مملکت که پارت گرفتین که پارت گرفتین شما میتونین که اینجا همون کشور انتخاب بکنیم و همچنان زیپوده کدام شهر که زندگی میکنین انتخاب و دوستایی که پیپال دارن این خارج از افغانستان هستن اونا میتونن از پیپال همچنان مامی پلان شاپیفای خریداری بود. خب منم میفهمم که این معلوماتم به شما شریک بسازم چون پرایوسی ما یعنی که شخصی ما میباشم ما اینجا را هایت میکنم و پلان شاپیفای که ماهانه $1 از خریداری میکنم. دوستان از شما میتونین ببینید که من پلان بیسیک شاپیفای خریداری کردم و هم سابسکرایب کردم بر 1 ماه که ابدی مارچ 2024 اکسپایر میشن یعنی ماه دوم سابسکریپشن شروع میشه. خب بعدا میریم بالای آپشن بیلینگ کلیک میکنیم. یه هم ارتباط به مو آپشن قبلی ارتباط داره که ما که من مکول خود این چی کردم اضافه کردیم بیشتر اضافه کردم و بیسیک پلان شاپیفای ما سابسکرایب کردم. بالای یوزرز ان پرمیشنز بالای کلیک میکنیم یعنی آپشن 4 میشن در این آپشن ما میتونیم که آنرشیپ خود ترانسفر بکنیم که هرگز کار نمیکنیم به خاطر که آنر اکانت شاپیفای ما خود ما میباشیم. اینجا که بیایم پلان خود اپگرید بکنیم یعنی فعلا پلان بیسیک ما سابسکرایب کردیم که بریم پلان ادوانس شاپیفای سابسکرایب بکنیم و یا هم پلان فری شاپیفای سابسکرایب بکنیم دیگه ما میتونیم که به خاطر استاف اضافه بکنیم یعنی یک منیجر اضافه بکنیم و یا هم یک نماینده خود اینجا اضافه بکنیم که تنها بعضی کارهای محدوده اونا پی و استافی که ما اضافه میکنیم اونا هرگز نمیتونن که آنرشیپ ترانسفر بکنن و دستی سیتینگ وای که آنرشیپ مربوط به میشه اونا تغییر بکنن هرگز کار نمیتونن فقط بعضی کارهای محدود ما برشون علاوه میکنیم و اونم را انجام دادن